به این ور جزء استان مرکزی شهرستان دلیجان، از این خط به این ور جزء شهرستان کاشان استان اصفهان. یعنی توی این کوچه 2 تا کانال گاز، 2 تا لوله آب، 2 تا کانال تلفن، فقط برقشون مشترک مال استان مرکزیه. این خونه مال عموم جزء استان اصفهان، این خونه مال اون عموم جزء استان مرکزی. یعنی این خونه به این خونه بخواد تماس بگیره باید کد استان به استان بگیرن. این حسینیه جزء شهرستان کاشان استان اصفهانه، این مسجد جزء شهرستان دلیجان استان مرکزی. شما نگاه کن پیچ و خم کوچه از پیچ و خم به بالا جزء دلیجانه. این واقعا ما الان اینجا برقش دلیجانه، آبش کاشانه، برقش گازش اصفهانه، اصلا شیر تو شیری شده اینجا برای ما. جالبتر از همه اینها این که مقبره امامزاده، قبر امامزاده، زیارتگاه امامزاده حضرت سلطان علی جزء استان اصفهانه، قتلگاهش جزء استان مرکزی. حدودا سال 73 اومد